السلام علیکم. من یک پیامی دارم برای حکومت جدید افغانستان. به جای اینکه این همه سر کانال قشتپه هزینه بکنید در روز، همین آب سمت کافرای پاکستانی را ببندید که آب سمت کافرای پاکستانی نرید، این پول اونجا هزینه بکنید. دلیل این است که چون همین مردم سمت شمال هم اکثرا پیرو احمد شاه مسعود کافر هستند، پیرو دوستم کافر هستند، پیرو مزاری کافر هستند و اینا اکثرا کافر هستند، مسلمان نیستند. فهمیدید؟ کافرای غربی هستند، مرتدین غربی هستند. حالا برای اینا اگر آب هم درست بکنید، بعدا کافر از یو آب استفاده میبرد. همین آب سمت پاکستان رو بگیرید، با همین پولتون ببندید. اگر هزینه سدسازی رو ندارید که سد بتونی بسازید، فقط همین خاک بین دو تا کوه بندازید، خاک بلودر بین دو تا کوه بندازید، اینقدر بندازید که این بین دو تا کوه رو پر بکند، آب بسته میشه دیگه، نمیرد سمت پاکستان. بعد ما صد میسازیم، بعد از چند سال، 7 سال 8 سال 10 سال بعد ما صد میسازیم. اول یک دونه صد خاکی رو بسازید جلوی روش و بعد از اون ما پول که بیشترتر شد صد اصلی رو میسازیم. ولی این هم که شما همین به کانال قشتپه چسبیدید، این مناطق اکثر مردمشون کافر هستن، مسلمان نیستن. معنی کلمه خودش نمیفهمد، معنی کلمه طاغوت نمیفهمد، معنی کلمه توحید نمیفهمد. ما از اینا سوال کردم، اینا اکثرا مسلمان نیستن، کافر هستن.